NTT 303 یکی از افراد خیلی ترسناک بازی ماینکرافت که اینجوری بود که فرانکی با دوستاش در حال بازی بودن توی سرور شخصی خودشون که متوجه میشه یکی توی چت دستور استاپ بود میداد و هی سرور اونا خاموش شد و میافتن بیرون. بار دومی که وارد سرور دوباره شدن، فرانکی متوجه میشه که دوستاش دیگه پیامی نمیدن و همون موقع یه پیام از شخص مظهور NTT 303 دریافت میکنه که یه دونه وایس بوده که تو اون گفته دوستات خداحافظی کن و همینطور با این سرور. و همون موقع نه تنها بازی رو اون کرش میکنه از بازی میافته بیرون، بلکه کیس اونم خاموش میشه و به گفته خودش کیسش دیگه روشن نشده و از اون موقع هم همینجور پیام های خیلی ترسناک و چیز دریافت میکرد.